یه ویدیو دیگه با من خوش اومدیم این میوه ها و خوراکیا رو بخوریم که از توی آن چی بود؟ تایلند آورده مامانم به سختی اینا رو آورده دیگه. بریم که با هم بخوریمشون. سیب روز رو خورد کنیم. اسم این هم سیب روزه. خیلی خوشمزه. سیب ترشه اما رنگش فرق میکنم. اصلا خور نداره. نگاه کنین اسمش گرانگوتانه. رامبوتانه اسمش. شکلش یافه. مزه خوبیه. بد نمیتونم بگم چه مزه ایه. این منگوستینه سفته. توش هم مثل پنبه. چرا باورم نمیشه. اوه مزه گوسفنده. راست میگی. گوسفند. تمزه گوسفند ترشه. اینا رو چجوری میخورن اینا؟ دراگون میخوریم. توش بنفشه بچه ها. چه مزه ایه؟ مزه نداره. راست میگی اصلا بی مزه است خیلی. این سبزی که ببینید تو دستمه اسم استرفرونه چون اسم مثل ستاره است. نگاه کنید مثل آلوورا میمونه. مزه ریواس میده. بریم تخم ادعا بخوریم. تخم یعنی چشم.